سلام، به کانال دکتر لیلا خوش اومدین. جایی که موضوعات پزشکی مدرن رو ساده و روان برای همه توضیح میدیم. فرض کنید یه بیمار دیابت نوع 1 به تولد دوستش دعوت شده. روی میز یه تیکه کیک شکلاتی خوشمزه هست. با خودش فکر میکنه چقدر انسولین بزنم که بتونم این کیک رو با خیال راحت بخورم. خوشبختانه یه اپلیکیشن هوشمند روی گوشیش نصب داره. اپلیکیشن رو باز میکنه، قند خونش رو وارد میکنه و کیک شکلاتی رو از لیست غذاهای توی اپلیکیشن انتخاب میکنه. اپلیکیشن آخرین دوز انسولین و فعالیت بدنیش رو هم در نظر میگیره. توی چند ثانیه اپلیکیشن مقدار انسولین مورد نیاز رو محاسبه میکنه. بیمار با خیال راحت مقدار انسولینی که اپلیکیشن پیشنهاد داده رو تزریق میکنه و کیکش رو بدون نگرانی از بالا یا پایین رفتن قند خونش میخوره. این اپلیکیشن های هوشمند مثل کوین، دیافیت یا هدیه به افراد دیابتی کمک میکنن تا دوز انسولینشون رو دقیق محاسبه کنن. این اپ ها ویژگی‌های شخصی هر فرد در نظر میگیرن و خط بالا و پایین رفتن قند خون رو کم میکنن. این هم یه ویدیوی دیگه از کانال دکتر لیلا، جایی که موضوعات پزشکی مدرن رو ساده توضیح میدیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین، لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. سوالی دارین یا دوست دارین در مورد موضوع خاصی ویدیو بسازیم؟ توی کامنت ها برامون بنویسید.